بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، أو كما قال الله سبحانه وتعالى. الله تعالی می فرمایند که نه به تمنا و آرزوی شما الله توجه میکنه و کار درست میشه، نه به آرزوی و تمنای اهل کتاب. یهودیان میگفتند که بهشت از آن یهوده. همین الان همین حرف میزنن که بهشت الله برای یهودیان درست کرده، بهشت جای کسان دیگه نیست، بهشت مال یهوده. و نصارا میگن نه، یهودی ها اشتباه میکنن، بهشت مال نصارا است. یهودی ها اشتباهی دعوا میکنن، هلکی حرف میزنن، و مسلمانان میگن که نه خیر، بهشت نه مال یهوده نه مال نصارا است، مال مسلمان است. بعد در میان مسلمانان فرق هر مذهبی دعوا داره که بهشت مال ماه، و دیگران اون هلکی مدعیان و مال بهشت نیستن. الله میگه که نخیر، بهشت به آرزو نیست که شما توی خانه بشینید و بگید که ما بهشت از آن ماست. نه، بهشت از آن چه کسی است؟ بهشت از آن او انسانه که اعتقادش اول سالم باشه و درست باشه، و بعد از اعتقاد عمل کردش صحیح باشه. اگر مانند یهود ادعا بکنه که حضرت عزیر فرزند خدا است، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى مسیح ابن الله، مسیحا می گفتن که حضرت عیسی پسر خدا است، و بعضی می گفتن که حضرت عیسی خود خدا، و بعضی گفتن نه فرزند خدایه، چون حضرت عیسی پدر نداره، از حضرت مریم پیدا شده، پدرش کو؟ و پدرش می گفتن العیاذ بالله خداست. و لحاظا این اعتقاد غلطه و اشتباه. ایمان به خدا نیست. خدا ایمان شرک آلوده قبول نداره، که ایمانی که در او شرک وجود داشته باشه. یهودی ها که احبار و رهبان را قرآن عظیم الشان می فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، این علمایشون و دراویششون را خدا گرفتن، اولیاء الله را خدا قرار دادن، و بر مزارات اولیاء افتاده بودن و از اونا استمداد می کردن و حاجت می خواستن و اونا را عبادت می کردن. ایمان صحیح نشد. اولی چیز الله میگه اینه که ایمان باید صحیح باشه و ایمان درست باشد، و لحاظا وقتی ایمان نادرسته آپ بالبوه بهشت نمیرسه به کسی که اعتقادش صحیح نباشه. الله اعتقاد من و شما را سالم بگرداند. بدونید عزیزان من که الله شایبه شرک را در ایمان قبول نداره. اگر کسی اخلاقش نیک باشه، عمل کردش نیک باشه، زندگیش را صرف راه خدا بکنه، یتیم پروری داشته باشه، هر کاری انجام بده، ولی اگر در عقیده او کوچکتری خلل باشه، اعمال بربادن. چرا که الله تعالی میگه شرط قبولیت ایمان عمل ایمانه. اول ایمان اساس
ایمان پایه و اگر این اساس درست نباشه شما بخوایی ساختمان هر چه زیبا درست کن ولی وقتی از اساس خراب باشه فردا تمام این ساختمان فرو میریزه و ساختمان به هدر رفته و خرج شما و نفع شما ضایع شده است. الله میگه اول ایمان به خدا درست باشه، به انبیاء علیهم السلام، به خاتم النبیین رحمت للعالمین، و این اعتقاد باید در ریشه دلهای ما باشه که تنها خدا معبودن، دیگه معبود نیست. همه مخلوقان یک خالقی، خالق یکیست، مالک یکیست، رازق یکیست، مالک الملک یکیست. او ذاتی است که انبیا جلوی او دست بستن، زانو زدن، ایستادن و خدا را تعظیم کردن، سجده کردن، گریه کردن جلوی خدا، حاجت خواستن. همه انبیا و اولیاء محتاج الله تعالی و الله احتیاج به هیچ کسی نداره. اگر تمام حدیث قدسی است، اگر تمام بندگان از لحاظ قلبشون مانند پاکترین قلب انسان بشه، قلبشون مانند قلب ابراهیم خلیل الله بشه، قلبشون مانند قلب محمد رسول الله بشه، در ملک خدا چیزی اضافه نمیشه. حدیث است. و اگر همه جهانیان قلبشون مانند فاسدترین انسان، قلبشون مانند قلب فرعون باشه، این فرعون یه آدم فاسد در زمان الان فرعون زیاد شدن، او زمان یک فرعون بوده ولی الان دنیا را فراینه گرفتن، متکبران و آدمان مغرور. الله من شما را از فرعونهای زمان نجات بده. لہذا عصر آن حضرت ابو جهل بود فرعون و ابو لهب بود فرعون و الان ابو جهل پوره دنیا از ابو جهل. از علامه اقبال میگن که من تمام دنیا را گشتم ولی گفت آن چیزی که نایاب بود محمد رسول الله بود، نایاب بود و هر چی که بود ابو جهل پر، زمین پر از ابو جهله، ولی محمد مصطفی میگه نایابه. مصطفی پیدا نمیشه توی زمین ولی ابو جهل هر چی که دلتون بخواد شما پیدا میکنه. الله شرایط خوب بگردانه و هدایت بده. لہذا عزیزان من این عرض میکردم که باید اول اینه که مرکز اینه که ایمان صحیح باشه به ذات یگانه. با خدا هیچ کسی را شریک نگیریم در طاعت و عبادت و بندگی. و ریا هم نوع شرک، هر کس اعمال ریایی انجام بده، نماز ریایی، روزه ریایی، زکات ریایی، حج ریایی، الله ریا هم نوع شرک، شرک خفیه، شرک جلی همون شرک مشرکانه و شرک خفی ریا هست. الله از ریا من شما را هم نجات. الله او عمل قبول داره که با اخلاص انجام بگیره و تنها برای خدا انجام بگیره و در اعتقاد شرک وجود داشته نباشه. و الله میگه با ایمان درست باشه، دوم عمل کرد صحیح باشه. اگر شما تمنا بگی که من سیدم و من مسلمانم، و کسی بگه که من یهودیم نصارام، کسی بگه که من فلان فرقم و فلان مذهبم، من الله میبخشه. این اشتباهه. باید عمل کرد درست باشه. اگر نماز نخوانی چگونه تو را ببخشه؟ نماز فرضه، این پایه دینی، ستون مسجد اگر بردارید مگر میشه مسجد سالم بمانه، ساختمان میفته. و لحاظا ستون ساختمان دین شما نماز هست. و لحاظا الله میگه عمل کرد صحیح باشه، ایمان درست باشه، عمل کرد هم صحیح باشه و اخلاق و کردارم صحیح باشه. یک نقطه ایمان و این بود که در ایمان همانطور که توحید شرطه، ایمان به رسالت شرطه، به ایمان به خاتم النبیین رحمت للعالمین ضروری است. یهود و نصارا تا زمانی که به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نیاورند و خاتم النبیان حضرت را به عنوان آخرین نبی هم نپذیرند، ایمانشون به بارگاه الله تعالی قبول نیست. و لحاظا فرض بر تمام افراد قره خاکی که به نبوت آن حضرت ایمان داشته باشند تا الله تعالی اونها را
ایمانشون قبول بکنه. و لحاظا بعد از ایمان عمل کرد باید درست باشه. نماز انسان بخونه، روزه بگیره، زکات بده، هر چه خدا فرض کرده انجام بده، واجبات شریعه انجام بده، سنن هم انجام بده و در چارچوب شریعت زندگی کنه، در چارچوب اسلام زندگی بکنه، از خدا اطاعت کنه، فرمان ببره، از قرآن فرمان ببره و از دستورات سید المرسلین رحمت للعالمین امام النبیین امام المتقین فرمان برداری بکنه و اخلاق هم نیک باشه، اخلاق ها هم درست باشن. و اسلام دینی است که به اخلاق انقدر تاکید کرده و وزن اخلاق را از تمام اعمال سنگین تر کرده است. حدیث شریف است که روز قیامت اخلاق وقتی به ترازو میگذارند از وزن میکنه، از تمام اعمال اخلاق سنگین تره. اخلاق مهمه، اخلاق چیزی است عزیزان من که ما باید بیشتر مربوط به با مردم رفتار کردن به اخلاق و عهد شکنی نکنه، وعده خلافی نکنه، دروغ نگه و مردم متضرر نکنه، آبرو نبره، دل شکنی نکنه، مردم آزاری نکنه و اینها اخلاقش درست باشه. با زن و بچه حق زن و بچه را رعایت کنه، حق والدین را رعایت کنه، حق خویشاوندان را رعایت کنه، همه حقوق را، حقوق اربابان حق را رعایت کنه و حق الله تعالی را هم رعایت کنه. الله میگه بله بهشت هست، بهشت موجوده و بهشت از آن ایناست. بهشت نه میراث کسی است و نه بهشت به آرزو داده میشه، نه بهشت به تمنای، نه بهشت به خواهشه که ما بشینیم و بگه چه جای خوبه خدا بکنه ما را به بهشت ببره. خدا میبره به بهشت، خدا خودش والله یدعو الی دار السلام، الله به دار السلام که بهشت دعوت میده، شما را صدا میکنه الله که بیایی به بهشت. ولی الله میگه با چه بیایی؟ با دست خالی نه، با عمل کرده درست بیایید، کوشش کنید، تلاش کنید، شبها را تمام نخوابید. اگر شما عاشق جنتید، اگر شما عاشق خدایید، اگر طالب خدایید، طالب رضای خدایید، به خواب انسان به خدا نمیرسه، به خواب به خانه کعبه نمیرسه. اگر شما میخواید خانه کعبه برید باید هزینه بکنید، باید خرج کنید، نامنویسی کنید، دوندگی کنید تا به خانه کعبه برسید. به خدا هم اینطور کسی نمیرسی که به خواب بعضی می آیند ما خواب دیدیم اینطوری. دیگه خوابها را کنار بگذار. خوابها را آدم میبینه، بعضی به همین خوابها چقدر دل بستم. بابا به خواب دل منبام، خوابم رحمانی هم هست، خواب شیطانم فریب میده. شیطان لیک خواب بد میاره، که خواب خوب میاره که شما را مشغول بکنه، اعتقاد پیدا بکنید که من دیگه به ولایت رسیدم، من به بزرگی رسیدم. ولی تو به بزرگی خیلی مسافت موجوده، تو برو عمل کن به جایی که دنبال خواب باشی که خدا بکنه من خواب امشب خوب ببینم. عزیزی با ما هم همراه بودیم، با همو گفت که ما در وطن خواب میدیدیم، خوابای خوب. از روزی که اینجا حرمین آمدی خواب نمیبینید. من گفتم که شما اونجا چه خواب میدیدید؟ خواب میدیدید که مدینه را خواب میدیدید، مکه را خواب میدید، بیت الله را خواب میدید. حالا خدا شما را زنده زنده اینجا آورده، شما میخوای الله چه چیزی را خواب ببینی؟ میخوای خدا را خواب ببینی؟ بابا خدا شما را به خانه کعبه آورده، این بیت الله نگاه کن، این مسجد النبی زنده شما را آورده و شما هنوز در فکر خوابی که من خواب ببینم. شما چه چیزی را میخوای خواب ببینی؟ ولهذا عزیزان من به خواب نه خیر، به خواب نیست بزرگی که خواب من دیدم. بابا بزرگی با عمل و طاعت و بندگی کسی که عاشق بهشته. نماز صبح قضا میکنی، چه عاشق؟ دروغه، این عاشق دروغینه. کسی که خدا را دوست داره، با خدا هم ما تملک میکنیم، چاپلوسی با خدا میکنیم، دروغ میگیم با خدا. همونطور که حالا یک دیگر میگه فلانی شما توی قلب من، میگه قربانت برم، اون تلفن هم قربان من که مثل گوسفند قربانی میشه، که حاضر خود را برای دیگری قربانی، فدایت میگه بشم توی تلفن، فدایت بشم. بابا این همه حرفن که بی حاضری که برای شما خود را فدا بکنه، برای یک دیگر من شما حاضر. با خدا هم میخوای همین تعارف بکنه، میگه جان من برای خدا قربانه. نماز صبح تو قضایه، مسجد نمیگه ای برای نماز 5 وقت. تو دروغی که تو فدای خدایی، دروغی که بنده بگم من فدای خدا هستم،
قربان رب العالمینم، غیبتم بکنم، دروغم بگم، مردم آزاری بکنم، گناه انجام بدم، چشمم را حفاظت نکنم، من خلاف گفتم که من قربان خدام، قربان نفسم. الله من شما را بنده خودش بگردانه، بنده نفس نگردانه که ارجا نفس بخواهد. دین هم ما میخواییم تابع نفس باشه، هرچی که نفس ما بگه او را دین. نه، دین تابعداری حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. نفس زیر پا بگذار، نفس اطاعت نکن. هرچی که حضرت رسول فرموده، هرچی که قرآن فرموده، هرچی که خدا فرموده است، هرچی که اسلام گفته، برخلاف نفس و شیطان اطاعت بکو. ای دینه. دین یعنی چه؟ دین یعنی تابعداری، دین یعنی فرمان برداری از خدا. و چشم ببند، گفته الان مراسم عروسیه و بالاخره ارگ هم بیار و بزن و رقص و ساز و این خلاف دستور خدا، خلاف دستور حضرت رسول صلی الله علیه و تو این پول خرج میکنی، جواب خدا را چه میدی؟ تو منکرات میاری، معاصی میاری و ازدواج فرزند تو هست و لحاظ از نفس اطاعت میکنی. تو میگی من بندم. بنده یعنی چه؟ بنده همین برده هست، غلامه، یعنی من غلام خدام. و چه غلامیه که وقت انسان نافرمانی بکنه الله تعالی من و شما را از نافرمانی حفاظت کنه. این ماه رمضان آمده تا من و شما را بسازه. نفس پایمال میشه در رمضان. روزه تاثیرش اینه که نفس میره زیر پا و پایمال میشه، نفس اماره ضعیف میشه، نفس اماره به سو. حضرت یوسف فرمودن، قرآن نقل میکنه، به کثرت امر میکنه به سو و بدی و لحاظا نفس اماره زیر پا بره و مغلوب بشه، شکست بخوره، نتوانه که من و شما را به گناه وادار کند. در من و شما اطاعت پیدا بشه، فرمانبرداری پیدا بشه، تسلیم پیدا بشه، تسلیم رب العالمین بشیم، گناه را ترک کنیم در ماه رمضان و بعد از رمضان. گناه همیشه رخصتن و از ما دورن و طاعت را پیشه بکنیم و عبادت را، بندگی را، مساجد عادت کنیم و مسجد ترک نکنیم، مسجد ول نکنیم. چرا که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود هرگاه شما دیدید بنده دلش به مسجد وابسته و آویزان به مسجد، شما به شهادت بدید به ایمان او که این از باطن سالمه که این نماز میخوانه. یک بنده خدایی را یه روزی توی خیابان دیدم، بنده از همسایه ها بود، نماز نمی آمد و نماز نمی خواند. من گفتن که تو چرس هم میکشید، معتادم بود. گفته که تو مسجد نمی آیی، گفت که نماز نمی خوانی، گفت که من نماز درست نمی خوانم، ولی دل من شما نفرست که چه اندازه پاک هست. دل من گفت پاک، ولی ماشاءالله این دل ادعای تو را چه نادانی باور بکنه که دل تو پاکه؟ اگر دل تو پاک بود تو نماز می خواندی، خدا را بندگی می کردی و گرفتار این دود نمی شدی. تو که گرفتاری از کجای محبت دل؟ حالا من عرض کردن که با خدا هم تعارف میکنیم. نه، الله عمل میخواهد. هر کسی ادعا میکند که من خدا را دوست دارم و آب بیاره، همون که میگه تیشه زدی خاکش. یکی یک روز گفت ما تیشه زدیم، بیا که خاک را هم به شما نشان بدیم. و لحاظا کسی که ادعای محبت میکنه باید در تلاش رضامندی محبوبش بسوزه، باید برای آن که به معشوق و محبوب برسه، به خدا برسه. کسی میگه من طالب بهشتم، باید نشان بده ادعاش را، دلیلش را، چه کار کرده برای بهشت، چه اعمال را انجام داده برای رسیدن به بهشت. کسی میگه من محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست دارم، تو دعوات را ثابت بکن که تو دوست داری. تو به راه و روش آن حضرت، به طریقه آن حضرت، به سنت آن حضرت، به سیرت آن حضرت چه اندازه عمل کردی که تو عاشق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلمی. الله من شما را صداقت عنایت کنه و با هم خدا راست باشیم، هم با بندگان خدا راست باشیم. یک انسان یک چهره، یک انسان یک قلب. الله میگه در هیچ انسان دو تا قلب نیست. یک انسان یک دل داره، دو تا دل نداره. ولهذا یا هم در این دلم خدا باشه و هم بلا تشبیه شیطان باشه، هم خدا باشه و هم دنیا باشه. همون که میگه هم خدا و هم خرما نمیشه. آقا باید خدا در دل باشه، محبت خدا در دل باشه و صادق باشیم در حرفهایمون
و حرف درست بزنیم و لہذا اللہ را بندگی کنید با جان و دل، با صداقت، و واقعا طالب بهشت باشید، به صداقت طالب بهشت باشید. الله من و شما را طالب بهشت بگردانه. گناه را ترک کنید عزیزان، از گناه پرهیز کنید. رمضان آمده تا شما را پرهیزگار بار بیاره، یا از 10 ماه دیگه این پرهیزگاری ادامه پیدا بکنه. تاثیر رمضانه. اگر رمضان مقبول بشه انشاءالله چنان خواهد شد. همه گناه ها را ترک کنید و زبانتون را کنترل کنید. زبان آدم به جهنم میبره. چشم، گوش و تمام اعضای بدن از گناه، دل از اراده گناه و تصمیم گناه، وسوسه شیطان میاره. اعوذ بالله بخوانید، دفع کنید و لہذا الله را بندگی کنید. مسجد ول نکنید، نماز ول نکنید، پای بند جماعت باشید. 5 وقت نماز را در مسجد ادا کنید. خانه تون اگه دور باشه ثوابتون بیشتره، نزدیک باشه هم ثواب دارید، ثواب کمتره. ولی هرچه دور باشید خود را به مساجد برسانید. آدم صالح باشید، حق خدا را بشناسید، حق بندگان. و تا اینکه بهشت به عمل هست نه به آرزو. رسیدن به خدا به آرزو نیست، بلکه رسیدن به خدا به بهشت. آرزو همینی که گویه خدا میکرد که من به گنج دست حاصل میکردم، خدا میکرد که فردا میامد تا این مسجد. خدا بدانه چقدر در دل آقای مولوی عبدالرحمن آمده که به یک کار گیر کرده، کار مسجد، که فردا برم تا مسجد صدیقی تکمیله. و آمده تنها مسجد همانجایی که کار کردن همانجاست. الله تعالی هم قاری صاحب جزای خیر بده، هم این عزیز مرا مولویه و سایر شما عزیزان، ماشاءالله مسجد خیلی زیبا ساختید و تلاش کردید و انشاءالله عمل باقی شماست. اونایی که خشت گذاشته برای اونها، خواهران و مادران توجه داشته باشند که رسالتشون سنگینه در ساختن این جامعه. شما باید همه خواهران و برادران باید همه کمک بکنید که ما این جامعه را بسازیم. یک جامعه باشه که در مسیر الله حرکت کنه، در مسیر خدا باشه، توش خلاف نباشه، گناه نباشه، معصیت نباشه، و بندگی کنه الله را، قرآن یاد بگیرن و رابطه با دین نزدیک باشه. و خواهران مهم هست، مخصوصا کشر خواهران که محرومیت در اونها بیشتره، در رابطه با ساختن این جامعه و جامعه جوانان. انشاءالله شما تاثیرتون مهمه، چون فرزندان شما تربیت میکنید و جوانان در خانه شما فرزند شما، لہذا صالح بودن شما تاثیر داره. شما مانند زنان صدر اسلام الله بندگی بکنید، عابد باشید، صالح باشید، شب بیدار در میان شما باشه، شب نشین باشه، شیر زن باشه که الله را عبادت کنه، شیر مرد باشه که الله بندگی کنه. عمر آقا سفری میشه، کتک نخورید توی قبر، عذاب نکشید توی قبر. الله من شما را نجات بده. این طور که من شما نشستیم نمیشه با این نشستن، با همت کرد، کمر بست و کمر بندگی را و الله را بندگی کرد. من بیشتر فرصت ندارم و من دیر شد و قرار من با دوستان این بوده که فقط دعای من بکنم اینجا و چند جمله نصیحت بود. الله از من و شما بفزیری. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، أنت الحنان المنان. أي خدای کہ تو مہربانی بر بندگان و تو صاحب منتی و احسانی بر بندگان. أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. شخصی داشت دعا می کرد و گفت یا ذا الجلال والإكرام. آن حضرت فرمود
هر چه دعا بخواهی دعا کنی الله اجابت میکنه. یا ذل جلال والاکرام اسم اعظم پروردگار است. یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم هم اسماء اعظم الهی است. یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا ظلم کردیم بر جانهایمان، اسراف کردیم، زیاده روی کردیم، زندگی را به غفلت و کوتاهی گذرانیدیم، عمری را در غفلت و در کوتاهی و در لغویات و در بیهودگویی و کارای بیهوده صرف کردیم، در حالی که این عمر می توانستیم در طاعت تو، بندگی تو، عمل صالح و عمل نیک سفری بکنیم. پروردگارا الاز نعمتای تو کمال استفاده را بردیم و ناشکری کردیم، شکر تو را ادا نکردیم، قدر تو را ندانستیم. این همه نعمت در جسم ما و خارج از بدن ما به ما عنایت کردی. پروردگارا نتوانستیم شکرش را ادا بکنیم. پروردگارا پشیمانیم از کرده هایمان و نادمیم. ای خدا خجلی پروردگارا به دربار تو. بندگان تو را طاعت کردند و عبادت، در ماه رمضان نخوابیدند و قرآن خواندند، طواف کرده خانه کعبه را، در مناطق خودشان شبا را به بیداری گذراندند، به ذکر. پروردگار عمر ما، وقت ما به غفلت گذشت و پروردگارا هر روزی که می گذرد قبر نزدیکتر میشه، حساب و کتاب مرگ نزدیکتر میشه. آمادگی نکردیم برای ملاقات تو. پروردگارا هیچ خدایا عذری هم نداریم که عذری بیان بکنیم جز این که ذات یگانه تو عفو میخواهیم، معافی میخواهیم و توبه میکنیم از همه گناه. توبه کنید عزیزان از تمام گناه و پروردگارا ما را معاف بفرما. پروردگارا تو ربی و ما بندهیم، تو نیکوکاری و ما بدکاریم، ما سیاهکاریم. پروردگارا به جای این که ما طاعت میکردیم و امروز از چهره ما نور طاعت، نور ایمان، نور عمل و نور نماز سرازیر بود، از چهره ما گناه میریزه و سیاهی میریزه و ما خطاکاریم و سیاه کردیم روی من را. پروردگارا اله دست گدایی به سوی تو درازه. پروردگارا این عشر اخیر رمضان اله شبهای آزادی گردن از آتش جهنم رحمت دریاب ما را و دستگیری کن، ما را به فضلت نجات عنایت کن. پروردگارا ما را از قهر و غضبت نجات بده. قدرت عذاب و کتککاری تو را در قبر نداریم. عذاب تو دردناکه، عذاب تو شدیده، عذاب تو غلیظه، عذاب تو عظیمه، عذاب تو مهینه. پروردگارا از عذاب ذلت بار و دردناک نجات بده.
پروردگار اله آزادی جهنم را از آتش جهنم به ما نصیب بفرما، جنت فردوس ما را ببر و برسان. پروردگار اله به دست خودت ما را هدایت بده و ما را خوف خودت را در دل ما داخل بگردان و ما را به تقوا برسان. بنده فریزگار، بنده با تقوا. پروردگار حاصل رمضان و محصول و ثمره رمضان تقواست. اگر تقوا حاصل نشد روزه قبول نشده است. پروردگار ما را به تقوا برسان، متقی بگردان، در جز دلهای ما عشق خودت را داخل بکن، در جز دلهای ما عشق مصطفی را داخل بگردان، محبت خدا و رسول در دلهای ما موج زن بگردان. از همه دوستان دوستی خودت را و حبیبت را غالب بگردان، از دوستی دنیا نجاتمون عنایت. پروردگارم مرا گرویده اسلام بگردان، گرویده ذات یگانه خودت بگردان. مرا گرویده و گرایش به دنیا نده، میل به دنیا نصیب نکن. دنیا روزی است و ضرورت ما هست، باید در دست ما و جیب ما باشه، نباید در قلب ما بره که قلب تباه میکنه و ویران میکنه. قلب باید خدا بره و حب خدا در دلها داخل بشه. پروردگار محبت قرآن عظیم الشان و دین و احکام را در دلهای ما داخل بگردان. پروردگار ما را بساز و تزکیه بگردان، بساز و تربیت بگردان، بساز و وارسته بگردان. و پروردگار رمضان از ما راضی برگردان، قرآن از ما راضی، شفاعت رمضان و قرآن نصیب ما بگردان، شفاعت محمد رسول الله را نصیب ما بگردان. پروردگارا جنت فردوس را نصیب ما بگردان. پروردگارا امروز عالم اسلام و مسلمین پریشانند، حوادث و اتفاقات رنج آور در برما، در بعض از کشورها خاورمیانه، اله العالمین زنان و بچه ها بی‌دفاع کشته می شوند. در برمه مسلمانان را قتل عام کردن. پروردگارا به داد مظلومین برس، به داد بی‌پناها برس، به داد مسلمانانی که اله العالمین برای اسلام قیام کردن، برای آزادی خود قیام کردن که حق هر انسان آزادی است. و پروردگار از اون دفاع بفرما. پروردگار زورمندان دنیا که نمیفهمند حق و حقیقت و عدالت، پروردگار مستبدان دنیا را هدایت کن. اگر هدایت نمیشن پایین بکش اله العالمین. پروردگار رحم بفرما، به اسلام و مسلمین رحم بفرما، به عالم اسلام رحم بفرما. اسلام و مسلمین یک بار دیگه زنده بگردان، یک بار دیگر عزت و شوکت از آن مسلمانان بگردان. پروردگار مریضان شفا بده. پروردگار همه گذشتگان مغفرت کن. روح بلند حضرت مولانا عبدالعزیز مرحوم الله محمد نور بانی این مسجد و عزیزان ما همه که رفتان، والدین همه ما را مغفرت بفرما و همه گذشتگان زندانیان را وسیله آزادی فراهم بفرما. قبرستانای ما و مسلمین مغفرت بفرما. عالم اسلام هدایت بده، مردم زاهدان هدایت بده، مردم کشور ما را هدایت بده. وحدت کلمه و انسجام و اتحاد عنایت بفرما و عاقبت همه ما را بخیر. این ختم بارگاه خودت بپذیر و قبول بفرما. ربنا تقبل. پروردگار زنان جامعه ما، مادران و خواهران و جوانان الله الگو بگردان برای جاهای دیگه و هدایت بده. آل دین و آل قرآن بگردان، آل نماز بگردان و عاقبت ما را خیر کن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. صلى الله عليه وسلم.